Hello everyone, welcome to my channel. Learn everything with me. سلام به همگی، به کانال من خوش اومدین. این اولین ویدیویی هست که من از خودم میذارم و در مورد موضوعی که میخوام صحبت کنم خانواده است. The family. یعنی اعضای خانواده رو بشناسیم و بتونیم اونها رو در انگلیسی یاد بگیریم. طبق این family tree یا همون شجرنامه که ما میبینیم، از اول شخص که شروع کنیم، عکس این آقا پسر هست که نوشته می، یعنی من. در سمت راستش یه آقا پسر دیگر میبینیم، brother، که میشه برادرش، sister خواهرش، mother مادر، mom یعنی مامان. مثل این میمونه که شما به مادرتون مثلا بگید مامان. به جای mother هم میتونید بگید mom. پدر، father. dad میشه بابا، مثل همون بابا که حالت صمیمانه تر داره. و اینجا گفته که my mother's husband، شوهر مادرم. شوهر مادرش میشه پدرش. my father's wife، همسر یا زن پدرم. wife یعنی زن. fathers زن پدر. زن پدر میشه زن پدر من میشه مادرم. این دوتا با هم دیگه میشن parents. یه حالتی مثل والدین اگه بخوایم معادل فارسی رو بگیم. حالا بیایم این سمت، بیایم این بالا. grandparents شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ میشه. grandfather پدر بزرگ، grandpa همون پدر بزرگه ولی پا یعنی حالت صمیمانه تر داره. grandmother مادر بزرگ. grandma همون مادر بزرگ، مثلا بعضی هستن میگن مادر جان، نمیدونم مامان جون، چین حالتی، آقا جون، چین چیزایی به کار میبرن. این حالت صمیمانه تر رو میرسونه. بعدی uncle، عمو یا دایی، هر دو رو معنی میده. aunt میشه عمه یا خاله، باز هر دو یکسان هستن. و بعد cousin میشه پسر عمو، دختر عمو، پسر خاله، یا هر نسبت دیگه‌ای که با شما داشته باشن، پسر دایی، دختر دایی، برای هر دو جنسیت یکسان هست. و آخرین چیزی که میمونه my parents niece، my parents nephew. اگر جنسیت دختر باشه، دختر برادر یا دختر خواهر، میشه نیس. اگه جنسیتش دختر بود میشه نیس و اگر پسر بود، برادرزاده یا خواهرزاده شما، میشه nephew. حالا از اولی بار دیگه مرور کنیم. The family خانواده. می که از خود شروع میشد. brother برادر، sister خواهر، mother مادر که گفتیم حالت صمیمانه ترش میشه mom مامان، father پدر، حالت صمیمانه تر dad بابا، parents گفتیم میشه والدین یعنی هر دوتاشون. grandparents میشه باز پدر بزرگ و مادر بزرگ با هم. grandfather پدر بزرگ، grandmother مادر بزرگ. uncle گفتیم عمو یا دایی. aunt خاله یا عمه. cousin میشه پسر عمو، دختر عمو، یا حالا دختر یا پسر دایی، خاله، عمه و دایی شما. گفتیم nephew برای جنسیت پسر بود، برادرزاده یا خواهرزاده اگر جنسیتش پسر بود و اگر جنسیتش دختر بود نیست.